سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به وبسایت وایتوزوم داتا خیلی خوش اومدین. من سامانم و امروز قراره که راجع به برنامه ویدیو اسکیپ باهاتون صحبت کنم. اگه بخوام از کاربردهای برنامه ویدیو اسکیپ بهتون بگم، یه برنامه‌ایه که شما میتونید هر تصویر، متن یا گیف رو تبدیل به انیمیشن کنید و یا هر تصویری که داخل خودش قرار داره. اما یه مشکلی که این وسط وجود داره اینه که برنامه ویدیو اسکیپ برای خیلی‌ها لود نمیشه یا ارور کانکشن میده یا اصلا بالا نمیاد و کلی مشکلات دیگه. ما امروز تصمیم گرفتیم که یه آموزش خلاصه‌وار از برنامه ویدیو اسکیپ به همراه نسخه‌ای که بتونید از برنامه استفاده کنید و برای شما قرار دادیم. اگه وارد اینترنت بشید به راحتی میتونید آموزش استفاده از ویدیو اسکیپ رو یاد بگیرید. خب بالاخره داخل پلتفرمی مثل یوتیوب، مثل آپارات و یا هر جای دیگه آموزش ویدیو اسکیپ به صورت رایگان هستش. اما ما تصمیم گرفتیم که به صورت خلاصه‌وار، یعنی در کمترین زمان ممکن، یعنی فقط و فقط توی 20 دقیقه تمام بخش‌ها رو به شما یاد بدیم و بخشایی که بیشتر از همه مهمه این پایین اگه شما دقت کنید اون ستاره پررنگ، یعنی اون آموزش بسیار مهم و مهمتر از این آموزش نسخه برنامه‌ایه که نسخه‌ای که ما برای شما قرار دادیم. یعنی من الان اینجا برای شما ویدیو اسکیپ رو باز کنم، به راحتی برنامه برای من کار میکنه و میتونم ازش استفاده کنم. اما یه نکته مهمی که این برنامه داره که بخوام بهتون بگم اونم اینه که ببینید دوستان، این اتفاق برای بعضی‌ها میفته، برای بعضی‌ها نمیفته. اینم به خاطر اون آی پی که شما دارید. خب ببینید دوستان، برنامه ویدیو اسکیپ ممکنه که بعد از 7 روز لاگ اوت بخوره براتون. پس اینجا شما دو تا راه دارید. خب البته اینم بگم ممکنه که برای بعضیام اتفاق اصلا این نیفته. میگم بستگی به آی پی شما کاملا داره. شما دو تا راه دارید. یه راه این که بیاید پروژه‌تون رو قبل از 7 روز به اتمام برسونید. خب یعنی اون پروژه‌ای که دارید و درست کنید، ایجاد کنید و قبل از 7 روز حتما یه خروجی بگیرید و پروژه‌تون به حالا فاینالش رسیده باشه و تموم شده باشه. یا اینکه اگه فکر میکنید پروژه سنگینی دارید و قراره که یه پروسه طولانی مدت رو داشته باشه، بیاید پروژه‌تون رو ذخیره کنید. وقتی که پروژه‌تون رو ذخیره کنید، حتی اگه لاگ اوت بشید، فقط کافیه که یک اکانت جدید بسازید که ما توی این آموزش بهتون یاد دادیم اصلا نیاز نیست از ایمیل شخصی بخواید استفاده کنید. دوباره یک اکانت میسازید و پروژه‌تون رو بالا میارید و به راحتی ازش استفاده میکنید. و این بود از این دو نکته که گفتم خدمتتون عرض کنم که خیلی مهمه. و بریم سراغ خود برنامه. همونجوری که دارید میبینید من اینجا به راحتی میتونم این پروژه جدید رو ایجاد کنم. اوکی. خب در اینجا شما هر تصویری هم که بخواید آنلاین، یعنی تصاویر خود برنامه استفاده بخواید کنید، به دوستان اونایی که میبینید آنلاین، شما نیاز دارید که به یه فیلتر شکن متصل بشید. الان من اگه این پیپل این اکشن رو بزنم، تصاویری مربوط با آدمایی که دارن یه کاری رو انجام میدن میاد بالا. اوکی، مثلا من اینو میارم و میبینید که به راحتی اومده. میتونیم با هم دیگه کم بزرگترش کنیم و پلی رو بزنیم و میبینید که برنامه داره به راحتی کار میکنه و هیچ لوگویی هم پشتش نیست. در کل این بود یه مقدمه‌ای برای اینکه بهتون نشون بدم برنامه ویدیو اسکیپ به راحتی کار میکنه. خب خیلی میان پیام میدن میگن که برنامه کار میکنه نمیکنه یا ما کلی مشکل داریم. خواستم بهتون نشون بدم که به راحتی میتونید نسخه‌ای که ما قرار دادیم رو تهیه کنید به همراه یه آموزش کامل و خلاصه از برنامه ویدیو اسکیپ. و همین دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا درودی دیگر، بدرود.